کورس مربیگری لایسنس دی فوتبال آسیا در ولایت غور رسما آغاز شد. مسئولان آمریت المپیک تربیت بدنی و ورزش غور میگویند این کورس از سوی فدراسیون ملی فوتبال کشور با امانگی فدراسیون فوتبال و این آمریت تحت نظر استاد محمد طاهر رافی مدرس فیفا به هدف ظرفیت سازی مربیان برگزار شده است. فدراسیون فوتبال ولایت غور با هماهنگی ریاست عمومی فدراسیون ملی فوتبال افغانستان کورس مربیگری لایسنس دی فوتبال در مرکز شریف رشته ولایت غور راه اندازی نمودیم. خوشبختانه این کورس با حضور مربیان و ورزشکاران که در 30 تن از مربیان از ولسوالی‌های ولایت غور به شمول مرکز شریف رشته حضور دارند و این کورس به مدت 1 هفته ادامه دارد. به گفته جان محمد ادری معاون فنی و مسلکی آمریت المپیک تربیت بدنی و ورزش غور بعد از پیروزی امارت اسلامی در کشور این اولین باری است که کورس مربیگری در سطح بالایی در این ولایت برگزار می شود. طی 5 سال حکومت نظام امارت اسلامی اولین دور است که کورس مربیگری لایسنس دی فوتبال در ولایت غور برگزار میشه. این یک گام مثبت برای پیشرفت ورزش فوتبال است. ان شاءالله که فدراسیون فوتبال پلان و برنامه‌های خوبی داره بتونه که اونا را با هماهنگی ریاست عمومی فدراسیون ملی فوتبال افغانستان برنامه‌ریزی کنه و برگزار کنه. از سوی هم شماری از اشتراک کنندگان از راه اندازی این برنامه آموزشی ابراز قدردانی می‌کنند. به یک تشکری خاص داریم از فدراسیون فوتبال ولایت غور و ریاست فدراسیون فوتبال افغانستان به خاطر چانس و برنامه طلایی به ما جوانان غور. برنامه و فرصت طلایی میدن روی فوتبال ولایت غور بسیار تاثیر موثری داشته باشه. گفتن است که در این کورس آموزشی مربیگری لایسنس دی فوتبال آسیا 3 تن از مربیان از مرکز و ولسوالی‌های این ولایت اشتراک داشته و به مدت 1 هفته در مقر آمریت المپیک تربیت بدنی و ورزش غور آموزش خواهند دید.